هماهنگی حمله بر افشار توسط تحت ریاست مسعود ربانی، سید مصطفی کاظمی، سید حسین انوری، هادی لنگ، محسنی، سیاف در اونجا موجود هستند و او فیلم زهجه و ناله و فریاد او دختران و زنانی که از خواهران و دختران ما که از هزاره هست، از سید هست، تاجک هست، پشتون هست که در افشار، در کارته سخی، در کارته مامورین، در خوشحال در فاضل بیگ، در کارته سنگی، در قلعه شاده، در کارته 3، کارته 4، در کارته سخی، در تپه سلام ده ها هزار زن و دختر اینا برش تجاوز جنسی کردن. سرهای بریده ما هست که زنای خواهرای ما بالا کردن، نشان میده که این چه گناه داشته، سرهایش بریدن در حضوری سند است. ما مستند لطفا پخش بکنین این فیلم را تا مردم آگاه شوند. وظیفه هر مسلمان است. دختران ادعا میکنن که خواهر ما پیشروی ما، همه نفرای شورای نظار، نفرای مسعود ربانی، سیاف پیشروی ما تجاوز جنسی کردن و چقدر زیاد کرد و کشتن، نگاهش بردن در کو بالا کردن، سرایش بریدن، سینایش بریدن. خب این جنایتی که در تاریخ بشریت این قسم نه یزید کرده در حق حسین، نه شمر کرده، نه موسولینی کرده، نه لنین کرده، نه ماو لنین استادای دیگه کرده که اینا در حق مردم هزاره در افشار، مردم هزاره نه تنها در حق تمام مردم افشار، در حق تمام مردم غرب کابل اینطور یک جنایت‌هایی صورت گرفته که زبان از گفتن شرم واقعا